سیومین هدف استراتژی کشور ما این رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادنی من تاجیکستان بود که این هم یک هدفی خیلی مهم. اقتصاداتی تمامی ساحه‌های من رشد اقتصادات کشور البته با رشد راه کمونیکاسیا مهم رابطه قوی دارد. بنابراین همین در همین دوره من در تاجیکستان اعلان کرده شدن همین هدف دیگر یعنی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی این یک هدفی خیلی مهم بود و برای در عمل تطبیق شدن این هدف البته در تاجیکستان اقدام‌های خیلی زیاد کارهای زیادی به سامان رسانده شدند از نوسازی و ساختمان راه автомобилгарди شغم زیغر خواستو شیکیو دوشنبه قرغانتپه کولاب دوشنبه خوجند چناق راههای بین‌الخلقی ماشینگردی دوشنبه کولاب خاروخ قلمه قراقرم ساختمان 6 پلی عموما ماشینگرد میان تاجیکستان و افغانستان ساختمان نقبهای استقلال شهرستان چهارمغزک شرشر اینها برای از بنبست کمونیکاسیونی رهایی یافتن تاجیکستان و رشد رابطه‌های بین‌الخلقی ما تجارتی هم بین‌الخلقی و هم تجارتی داخلی یک عامل خیلی مهم گشتند.